خوب اینم انشاءالله جروحیه که وقتی که اول بود بزرمادی الحمدلله کمک کردن مردم خیلی بود. اون که حبیب الله رحمت رو گذاشته باشه خیلی وای میکردم در چیزش پرتو جروحی اول قریب 83-84 سومونی جمع کشید آمدن دست آمدن دادن همراه اصلا هم بخوردید. ایشون بچه بسیار جوان است، بسیار یاش است. خوب برادران عزیز برای همه ای سبب نارسایی مقصد که شرایط ما خواستیم که بوبیشون یک بار که دیگه دستگیری کنیم در یک جایی. برادران عزیز ایو برادرایی که در جراحی اول خیلی کمک کردن خداوند گذشتگیشون رحمت مغفرت کرده باشه. در برای جراحی دیم کرد ای کارگون یوتیگون نفری که برای گرده خدره اون مسئله تو در چش مسلمان سرو دیگه من میتونم گرده من میتونم دودرش خوب مسیحت رو شیده بود است. برادران عزیز برادری خوردیش گفته است که من خودم گردم و میتونم تو اینکه همین برادر ما مقصد که زنده و مقصد که در حیات فرزنددار بود است. صاحبی چند فرزند است؟ صاحبی 3 پسر بود است. برادران عزیز بسیار خوب میشید که در این ماه‌های مبارک مولود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هم تولد پیغمبر و هم وفات پیغمبر در همین ماه‌های مبارک قرار میگیرد. خوب برادران بهترین صدقه همونی هست که گفتیم اول به نیازمند برسد. خوب بابایشون ان شاء الله رحمان ای خداوند امید داریم که خداوند ذوالجلال فرزند شما را شفای کامل عطا کرده باشه. خوب برادران عزیز خواهش میکنیم دعوت به عمل میاریم که در همین حالت در همین شرایط وضعیم بابای ایشون یک بار دیگه دستگیری کنیم و طرفداری کنیم ان شاء الله رحمان. این خوبی شما را این نیکی های شما را هیچگاه اول خداوند فراموش نمیکند و ان شاء الله بابای ایشون فراموش نمیکنه، همیشه در حق شما دعا میکنه. اما فرزند من 3 پسرچک دارم. پسرچکش خیلی نیستید. حتی با دستگیرتان نیاز دارم. انشاءالله امید دارم که دستگیری میتونم.